سلام دوستای عزیز، اینجا شهر متروکه ولایت هرات، فرقه 8 سابق دیگه. بیایم ببینیم داخلی چی هست چی نیه. این مربوط به فرقه 8 زمان دولت دکتر نجیب بوده. در وقت جمهوریت اشرف غنی هم مورد استفاده قرار می گرفت. اما حالا میبینیم به این وضعیتیه. چندین ساختمان مانند اینجا وجود داره. ما میبینیم خیلی زیاده. این ساختمان در وقت اشرف غنی ساخته شده بود، جدیده. دیگران همه مربوط به حکومت وقت دموکراتیک خلق می باشه. مناطقی بود که برای سربازا ساخته می شد. ببینیم بیت وضعیتی. تا آخر کوها هستن، خیلیه. یه حوضی بود که در زمان جمهوریت ساخته شد بخاطر این سربازایی که اینجا حضور داشتن. سربازا محافظتی بود بخاطر این فرقه، بخاطر خانه‌های هم جنرال‌ها قول اردو اینجا بودن. به فرقه فامیلیا. یکی بیای فقط فکر میکنه که 4000 ساله، اما نه، اگه از وقتی شوروی باقی مونده دیگه کلا تخریب شده. هم داخل ازی این مسجد یک بخشی بوده. اینجا چند سال پیش اینجا خوب تیار بود، حالا باز به این باران‌ها اخیر خراب شده. اینجا مسجدی بوده. یکی هم دشت گازرگاه دشت خواجه